ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари Оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти Вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати қисми дуюми рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ 12 дарвозаи Бухоро оғоз менамоем. ҳоло гуфтори нӯҳумро аз рӯи ин раман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хуҷамқул. қисми сеюм. آقسقال قشلاق علاج نداشت که خواهش عسکرها را اجرا نکند. وی با یاری سید پهلوان و دیگر کمبغلهای قشلاق به عسکرها 3-4 جوال خربوزه، 2 عرابه یونچقه، چند جوال کاه غنداشته داد. سرداری عسکرها به آنها از نرخ آن چیزها زیادتر پول، چای، قند داد و خیر و خوش کرده به راه در آمدند. آنها را گسیل کرده ایستاده میرک پرسید که اگر وی پگاه به بخارا رود هیچ گپ نمی شود. سرداری عسکرهای سرخ گفت که رفتن ممکن، لیکن بهتر که. آنها را گسیل کرده ایستاده میرک پرسید که اگر وی پگاه به بخارا رود هیچ گپ نمی شود. سرداری عسکرهای سرخ گفت که رفتن ممکن، لیکن بهتر که پس از 5-6 روز دیگر رود، خاطر جمعتر می شود. و بعد به یک کاغذ چیزی نوشته به دست او داد که در وقتی به شهر رفتنش اگر در یگان جای کسی او را نگاه دارد همین کاغذ را نشان دهد. میرک خرسند شده به خانه برگشت و با افتخار کاغذ را به پدر و مادرش نشان داده صحبت شدگی را گفته داد. آن شب قرار دادند که پس از 1 هفته دیگر پدر و پسر به بخارا می روند و از احوال نزدیکانشان خبر گرفته برمی گردند. هفته دیگر سید پهلوان سحری بر وقت از خواب بیدار شد و میرک را که سخت می خوابید خار و مال کرده به زور بیدار کرد و اندک نانوشته کرده به سری پاریز رفتند. از پاریز 1 چند خربوزه پختگی کلان کلان را کنده به خورجین گذاشته پدر و پسر پیاده پیاده خر را پیش انداخته به راه بخارا در آمدند. از راه کلان نمی رویم، گفت سید پهلوان. بهتر که بیراخه بیراخه به بالای قشلاق کری می رویم. از کری گذشته با جوگی خانه به دروازه مزار می رویم. دروازه قواله خراب شدگی می گویند. میلش دادا جان، گفت میرک و پس از اندک فکر کرده راه گشتن پرسید. دروازه قواله خراب شدگی می گویید می؟ اکنون باز چند دروازه بخارا ماند؟ حالا دروازه های بخارا بسیار، گفت اندیشمندانه سید پهلوان. دروازه مزار، دروازه سمرقند، دروازه نمازگاه، دروازه اغلان، دروازه تلی پاچ، دروازه قراکول، دروازه شیخ جلال، دروازه قرشی و هاکذا، جمع 11 دروازه. لیکن میگویند که باز یک دروازه 12 هم هست که آن خیلی سالها باز محکم و قیر شده رفتگی. خیر، برای چی بسته شده باشد؟ همین دروازه قواله برین در جنگ خراب شده باشد. ندانم، گفت سید پهلوان و خاموش ماند. بعد فکر کرد که راه دور، فرصت بسیار،
بهتر که میرک را با گپ اندرمان کرده گذشتن فرصت و طی منزل را آسان نماید. بنابراین به همین موضوعهای دروازه های بخارا گپ را دوام دادنی شده گفت. اصلا دروازه به همان جای قلعه می شود که راه باشد. مثلا راه قراکول از دروازه قراکول سر می شود، راه قرشی از دروازه قرشی سر می شود، راه سمرقند از دروازه سمرقند و غیره. اگر راه نباشد دروازه هم در کار نمی شود. احتمال راهی که در وقتش به دروازه 12 می رسیده است به چی سبب بسته شده است و در نتیجه دروازه 12 هم لازم نشده مانده محکم و قیر شده رفتگی. بخارا همین قدر دروازه، همین قدر راه ها داشته است و من بی خبر، گفت کلان سالها بر این میرک. ها، گفت پدرش سخنش را دوام داده. بخارا راه های بسیاری دارد. از این راه ها آمد و رفت زیادی می شود. سوداگر می آید، حناط هم، عالم هم می آید، دوست هم، عروس هم می آید، مسلمان هم، هر کس با راه خودش، هر کس با کار خودش، با مقصد و نیت خودش. بعضی ها به بخارا علم و فیض و رونق می آرند، بعضی ها از بخارا مال و پول و دولت می برند، بعضی ها به آباد کردن این شهر می آیند، بعضی ها برای باز هم خراب تر کردن آن. بعضی ها می آرند، بعضی ها می برند. همین طور است زندگی پسرم. این 12 دروازه بخارا مثل 12 ماه یک سال است. هر ماه به خود نغزی هم دارد، بدی هم. 15 شب ماه تاریک، 15 شبش روشن. اکنون انقلاب شد. اکنون کی می داند از این 11 دروازه که ها می آیند و چه ها می آرند و می برند. اکنون حریت می آمدگیست، گفتمان میرک. تو از کجا می دانی؟ حیران شده پدرش پرسید. حریت بچه ها می گویند کی؟ گفت میرک. بعد در کاغان شنیدم امیر کی رفت حریت می شده است. خودی حریت چی باشد داده؟ سید پهلوان خودش نمی دانست که این کلمه عربی چی معنایی دارد. نمی دانم، گفت وی. جدیدها برآوردگی یک گپ، احتمال معنایش آزادی باشد. آزادی باشد نقص، گفت خرسندان میرک. کس آزاد می گردد، خوب تماشا می کند. عادتاً وی بخارا رفتن را دوست می داشت. شهری کلان قدیمه با همه رسته و بازارهایش، ارک و قصرهایش، مدرسه و منارهایش جای تماشا بود. کوچه های سنگ فرش، رسته های وسیع بر هوا و بالا پوشیده، لبی حوض دیوان بیگی، فایتون های 2 اسبه، سربازها، مشق آنها، غیره و غیره همیشه در پیش نظری او بودند. خصوصاً این دفعه که در بخارا انقلاب شده است. آیا پس از انقلاب، پس از جنگ در بخارا چه ها شده باشد؟ چی دیگرگونی ها واقع شده باشد؟ ارک در جایش باشد، منار نافتاده باشد، سربازهای امیر را چخیل بندی کرده باشد، خود امیر به کجا گریخته باشد، قورخانه پایان ارک بودگی چی شده باشد؟ این همه سؤالها از وی جواب می‌خواستند. وی در دست خلچوب از پس خر راه روان به فکر و اندیشه کودکانه خود بند بود.
اما سید پهلوان را غم و غصه زندگی به خود بند کرده بود. انا انقلاب شد، امیر گریخت، حکومتی نو شد، میگویند بسیار نقص. اما به وی، به زندگی وی چی نویگری می شده باشد؟ هیچ. همان زمین قاق، همان آب اندک، همان قشاقی. کی به وی یاری می رساند که از قشاقی و نادارمی بیرون شود؟ کی او را دستگیری می کند که از پنجه سختی سودخور یک و یک باره رهایی یابد؟ کی به وی مدد می رساند که صاحبی یک جفت گاو شود؟ کی به وی امکان می دهد که بی غم و غصه، بی تشویش شب خواب کند و سحری خندیده بیدار شود؟ هیچ کس. آنها در قریبی قشلاق کری به راه کلان برآمدند. راه تقریبا خالی بود تا به خمگشت راه فقط 2 اسپکی عسکری روس را دیدند که تیز گذشته رفتند و به آنها نگاهی هم نکردند. دیگر کسی نبود. عسکری به جوگوی خانه گذشته از راه کلان فیض‌آباد و از بین پشتها گذشته به تی دروازه مزار رسیدند. قلعه پا بر جا، دروازه خانه و دروازه نیز در جایش مثل اولنگی ایستاده است. فقط در دیوار قلعه آثاری تیر و در پایه آن اندکی آثاری جنگ باقی بود. پتران‌های خالی، ملتق‌های شکسته، لته پته‌ها، چرخ‌های شکسته توپ‌ها، آهن پاره و غیره ریختگی بود، لیکن نه مرده کسی، نه آثاری خونی. در دم دروازه شهر پاسبان‌ها ایستاده بودند. آینده روندگان را تفتیش کرده می‌دیدند، خصوصاً آنهایی که از شهر می‌برآمدند. خواه زن و خواه مرد به تفتیشی سخت گرفتار می شدند. سید پهلوان با پسرش به درون دروازه در آمده بود که کسی به وی سلام داد. سلام امکی سید، بیایید، خوش آمدید. سید پهلوان دقت کرده گوینده را شناخت. وی عصا بود که حالا در تن کلوچه شالواری عسکری، در سر تیلپکی بررگی، در میان تپانچه در بین راه راست ایستاده به عسکرها یاری میداد. سید پهلوان از این واخوری شاد شد، زیرا که عصا نزدیکترین آدمی حیدرقل بود و حیدرقل برای سید پهلوان حالا از آب و هوا هم ضرورتر بود. وی میخواست دوستش حیدرقل را دیده همه واقعه ها را که بخارا از سر گذرانیده است به تفصیل از وی فهمد و به کنه انقلاب پی برد. سلام عصا جان، گفت پهلوان. صحت سلامت هستید؟ تن و جان صحت؟ با این سر و لباس من شما را نشناختم. فیروزه جان درست می؟ سلامت باشید. انا خودی فیروزه به شما سلام گفته ایستاده است. در زیر ایوان قراولخانه تی دروازه زنی فرنجیناک راست می ایستاد که در برابری به سویش نظر کردن پهلوان اندک خم شده تعظیم کرد و سلام داد. سلام امک جان، بیایید در اینجا کمتر دم گیرید، گفت فیروزه. ها، مرحمت به قراولخانه ما، گفت عصا. کمتر دم گرفته می روید. حاضر حیدرقل امک هم آمده می ماندگیستند. براستی می؟ خرسند شده پرسید سید پهلوان. من از تو جای آن کس را پرسم گفته ایستاده بودم. خیر نباشد؟ میرک خرت بستمان کمتر دم گرفته رویم. میرک خری خود را در بیرونی دروازه
بروی پاسبانها بسته ماند و به پیش پدرش آمد. بعد پدر و پسر یک جایه به قراولخانه در آمدند که رفته شدگی آزاده گلیم و کرپه و کرپچه ها پرتافته شدگی در یک سو یک چارپایه میده و 2 کرسی می ایستاد. آنجا حجره‌ای بود که در دیوار قلعه ساخته شده یک دری درآمد داشت و روشنایی از تابدان بالای شیفت می رسید. آن دود براش شده هم خدمت می کرد. فیروزه بی فرنجی با رومال کلانی فرنگی سر و گردنش را پوشانیده، در پایش موزه، در تنش کرته‌ای ستینی گلدار بود و دست پیشی برگرفته مهمانها را پیشواز می گرفت. بسم الله گفته سید پهلوان از در آمد و بروی کرپچه نشسته آمین گفت. خوش آمدید گفت فیروزه. خارم صحت سلامت می؟ شکر گفت پهلوان. احوال شما چطور؟ هرچی از جنگ و بلا صحت سلامت بروز و روشنایی برآمدید؟ بله خدا به شکر هرچی حریت شد آسوده نفس گرفتیم. شما را به اینجا آوردن می؟ ها، من کتی عصا را برای تفتیش کرده گذرانیدن آدم ها تعیین کردند. اینجا قراولخانه. ها میدانم گفت پهلوان، لیکن اگر همان ملتقهای کنج دیوار نباشند کس گمان می کند که اینجا خانه نشست است. خیر، این هم کار و وظیفه گوی بسیار نقص. مردها را عصا، زنها را تو دخترم کافت و کاو کرده می بینی. نقص چرا می کافی؟ هیچ، مبادا یراق نباشد، چیزهای قیمت بها نباشد. نخواد که آدمها از یراق بیزار نشدند. مگر اینقدر خونریزی بس نبود که باز یراق می دارند؟ برعکس جنگ هوس آدمها را بیدار کرد گفت خندیده فیروزه. هر روز 2 کس 3 کس را می داریم. یراقتی ملتیق، تپانچه، تیر، بعد مالی دزدی کتی. چخیل مالی دزدی؟ مالی خزینه، طلا، آلا، جواهرات. مردم در غم جان و زندگی دزدها کار خود را می کنند. توبه. امروز قریب بود که به من کارت می زدند. خدا نکند برای چی؟ یک سرکرده امیر لباسهای زنانه پوشیده به سرش فرنجی گرفته از شهر برآمدنی بود که خودم داشته گرفتم. کارت کتی حمله کرد، نتوانست. خیریت عصا پسی در بوده است، با قنداق ملتق زده افتاند. چپ غلط داده. اوه لعنتی مردار گفت آتشین شده پهلوان. خیریت که عصا هوشیاری کرده است. در این دم عصا کارهایش را اندک سرانجام کرده به خانه در آمد و به صحبت همراه شد. هوشیار نشویم، نمی شدگی بر این امک. عکس الانقلابچی ها باز سر برداشتن می خواهند. این عکس ها گفتگید کی ها باشند که سر برداشتن می خواهند؟ عصا و فیروزه به هم نگاه کرده تبسم کردند. عکس ها یعنی که طرفدارهای امیر گفته فهمانید عصا. عکس انقلاب گفتمان فیروزه. فهمیدم گفت پهلوان. همین جنگ و خونریزی و به زمین یکسان شدنی تخت امیر به آنها سبق نشده است دیه. برعکس آنها باز امیرشان را آوردن می‌خواهند. در خواب شبشان گفته فیروزه از جا برخاست. سماواری من جوشیدگیست. جوشیده ایستاده بود. گفت عصا
و به میرک خطاب کرد. کنی تو نغز می اوکه؟ به تماشای شهر آمدی؟ نغز کردی. شما هم انقلابچی می؟ دلیرتر شده پرسید میرک از عصا. عصا تبسم کرد و گفت با انقلابچیگی تقلید می کنم، اما نمی دانم مانند می شوم یا نی؟ مانند، گفت میرک گویا که می دانسته باشد. کلوچه چالوار به شما زیبیده است. خودی اسکرها برین تپانچه اتان اوق دارد می؟ اوق تیر. انا اکنون به بلا ماندی عصا، گفت پهلوان. اگر هی هی نگویی از تو یک تپانچه هم پرسیده می گیرد. توبه. زمانی انقلاب دیه، گفت عصا. بچه ها هوشیار، خوش در قشلاق چی گپ؟ خاطر جمعی می؟ خاطر جمعی، گفت همان پهلوان. اسکرها آمده بودند، گفت میرک. ما خربوزه دادیم، علف دادیم. خیر، گفت خرسندان عصا، نقص کردیتان. به اسکرها یاری داده باشیتان، نباشد شما هم انقلابچی. اگر خربوزه و علف دادن کتی کس انقلابچی می شده باشد، آسان بوده است کو بر وقتر نمی گویی، گفت خندیده پهلوان. عصا هم شف کرده خندید. فیروزه که در این دم در دست چاینیک و پیاله از بیرون می در آمد، حیران شده پرسید خوش خدا از خنده فرماید، باز چی گپ شد؟ هیچ گپ نه، گفت عصا. اما که سعید از گپ خودم را زده 5 رفتند. از برای همان می خندیم. در تایی دروازه چی گپ؟ خاطر جمعی، گفت فیروزه و چاینیک و پیاله را به نزد شوهرش گذاشته دسترخوان پهن کرد. چند روز نانوای ها کار نکردند. خودم نان پخته گرم قاق کرده مانده بودم. عیب نمی کنید. در سری نان و چای سید پهلوان وضعیت قشلاق را گفته داد. بخارا هم بد نه، گفت عصا. مردم آهسته آهسته به خانه هایشان برگشته ایستادند. دکانها گشاده شده، آز و قوقات خریدن ممکن شده ماند. خدا خیری دهقانها را دهد که به شهر میوه چیوه شیر و جرغات آورده ایستادند. آدمهای امیر، قاضی و مفتی و املاکدارها چی کردند؟ پرسید سید پهلوان. از منصبدارهای کلان هر کی به دست افتاد حبس شد. گریختگیش گریخت. بسیارشان با امیر رفتند. امیر را داشته نتوانستند. چپ غلط داده به طرف بایسون گریخته است. از پسش اسکر رفتگی. پگه فردا به دست می افتد. قاضی کلان و قوشبیگی و رئیس و میرشب و دیگر ظالم ها به دست افتادگی. اگر آنها را دیدن خواهید می توانید در ریگستان یا کی تی منار یا کی در سیسو بینید. چطور؟ مگر آزاد می گردند؟ نه. حکومت نو به دست آنها بیل و جاروب داده می فرماید که کوچه ها را روبند، اخلاط ها را تازه کرده غون دارند، وقتش رسد سود کرده جزایشان را می دهند. سودش چی؟ مرافعه بر این گپ. اکنون قاضی و قاضی خانه نمی شود. به جای وی سود تریبونال شدگی. 3 کس هیئتی سود تفتیش کرده پرسپاس کرده گناهشان را به گردنشان مانده موافق قانون جزا می دهند. خیر. همه این گفته های عصا برای سید پهلوان قصه و افسانه بر این می نمودند. و هنوز درک کرده نمی توانست که انقلاب چی کارها را کرده می تواند.
و هنوز درست سرفهم نمی رفت که چطور آن ساختی 1000 ساله امارت، حاکمیتی پول و دولت سرنگون می شود و پاره پاره می گردد و بجای آن یک حکومتی نو، ترتیب و قاعده نو، معامله نو و آدمان نو می برآیند. به نظری وی عصا و فیروزه هنوز هم همان عصا و فیروزه قشاق، زحمتکش و ناتوان می نمودند که وی آنها را پیش از انقلاب در همان حالت دیده بود و در همان حالت می شناخت. آشنایی آنها به واسطه حیدرقل شده بود و بارها سید پهلوان به خانه بیچاره حالانه عصا میهمان شده با حیدرقل واخورده بود. انا حالا آنها انقلاب چی آدمی نو شدند، اما به نظری سید پهلوان که همین حالا از قشلاق آمده بود و حالا به درون این شهر انقلابی ندر آمده بود، آنها همان بی تغییر می نمودند. فیروزه چی؟ زنی کمبغل و نادارم، زنی مهنتی خدمتگار، لااقل یگان خویش و تبار، قوم و اولادی با اعتماد هم ندارد. داشتن کتی هم وی زنکی بیچاره چی قرب و منزلت داشته می توانست. اقلن شوهرش عصا یگان کسی کلانتر با اعتمادتر می شد، وی هم یک مشکاب بچه بی کس. به انقلاب خدمت کرده کلوچه چالوار پوشیده است و شاید به واسطه حیدرقل به اینجا به تفتیش کردن آدم‌هایی از شهر می برآمدگی و به شهر می درآمدگی تعیین شده باشد، دیگر هیچ. لیکن سید پهلوان درک کرده نمی توانست که عصا و فیروزه دیگر آن استثمار شوندگان، آن مزدوران نیند. آنها آدمانی نو، آدمانی آزادند که انقلاب حقوقی پرهشان را به دستشان گرفته داده و صاحب اختیار کرده است. آنها به دولتی نو، به حکومتی انقلابی نوی خود خدمت می کنند. برای آنها این وظیفه مقدس، وظیفه مهم، وظیفه ضروری به شمار می رود. آنها درست عقیده دارند که بودن یا نبودن حاکمیتی نو، پایداری و یا محویت انقلاب تا یک درجه به کار آنها نیز تعلق دارد. آنها دروازه‌بان، آنها گویا حاکمی شهرند. نمی گذارند که دشمنانی این شهر، بدقصدانی این شهری انقلابی سوی قصدی تیار کنند، مادهی ترکنده درارند و یا که بایگری آن را برارند. نمی گذارند که دشمن رستی برآمده خلاص شده رود. هم عصا هم فیروزه خود را زادگان انقلاب، زادگانی آتشی پاک می دانند. آنها جور و جفا دیده، شبی ظلمانی بیداد را از سر گذرانیده به این سحری پرلطافت رسیدند. آنها حالا آرام و قرار ندارند. از صبح تا شام، تا بدمی که دروازه شهر بسته می شود و درآمد برآمد منع می گردد، وظیفه دروازه‌بانی را ادا می کنند. بعد به مجلس ها می روند. اگر لازم شود به دست یراق گرفته به پاسبانی یگان محل مهم می روند و تیارند که شب نیز نخوابیده به انقلاب خدمت کنند. شنونده‌های عزیز، شما گفتاری نهم را از روی رمانی 12 دروازه بخارای نویسنده خلقی تاجیکستان جلال اکرامی در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرالی نغزلی، صدابردار کریم طالباف. پایان گفتار از سلسله خوانش بدیعی. شاد باشید.